درود دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ اینجا رادیو رمانه و من ترانه طبق معمول در خدمت شما عزیزان هستم. بریم برای ادامه سرگذشت گنش. امیدوارم که کلمه گنش رو درست تلفظ کنم. آخه یکی دوتا از دوستای عزیز تو کامنت ها گفتن که تلفظش در زبان ترکی به شیوه دیگه‌ای هست و امیدوارم جوری که من تلفظ میکنم رو ازم پذیرا باشید و عذرخواهی میکنم اگر تلفظ صحیحش رو شاید بلد نباشم. روحان و فاطمه بعد نهار خوابشون برد. ظرفای کثیف و جمع کرده و به سمت جوی آبی که توی مسیر اومدن دیدم رفته و ظرفا رو شستم. حس می کردم یکی بهم زل زده، اما هرچی سر چرخوندم کسی رو ندیدم. ظرفای شسته شده رو به سمت کلبه برگردوندم و حس می کردم که کتری رو باید ببرم و اونجا پرش بکنم. میدونستم خطرناکه ولی آبشار رو میخواستم. بسم الله گویا نزدیک آبشار شده و سعی کردم به دره زیر پام توجهی نکنم. دستم رو به سمت آبشار دراز کردم. همه چی خوب بود تا اینکه کتری پر شد و سنگینی کرد و زیر پاهم خالی شد و سمت آبشار پرت شد. چشم بسته اشهدم و خوندم که دستم رو گرفت و بالا کشیدم. از دره دورم کرد و به محض اینکه پاهم به زمین رسید فریاد زد: مگه من نگفتم نزدیک آبشار نشو؟ مگه نگفتم خطرناکه؟ به فاطمه که بیدار شده بود و ترسیده ما رو نگاه می کرد اشاره کرد و گفت: این یه الف بچه است، فهمید خطرناکه. نزدیک نشد، تو که ادعای بزرگیت میشه برای چی رفتی سمت آبشار؟ اگه نمی رسیدم که الان مرده بودی. صادقانه گفتم میخواستم چای درست کنم. عصبی زد تو سرش: چای بخوره تو فرق سر من؟ تو امانتی دستم. من بی خبر از مادرت آوردمت. اگه یه بلایی سرت میومد من چطور تو چشم خانم بزرگ نگاه میکردم؟ سرم داد میکشید و مدام بهم میگفت بچه. میگفت عقل فاطمه از من بیشتره و من فقط نگران خودش بودم. نگران بودم از عصبانیت سردرد بگیره یا خدایی نکرده سکته بکنه، ولی اون نگران من نبود. نگران اعتماد مامان بود. دلم گرفت که به خاطر خودم نگرانم نشده، اما حرفیم نزدم. با اشتباه من گردش تموم شد. کتری که از دستم پرت شد موکتو به کلبه برگردوندیم. روحام درشو قفل کرد و راه افتادیم. مسیر برگشت یا واقعا کوتاه‌تر بود یا روحام تحمل منو نداشت و تندتر راه میرفت. با این خونه فاطمه با وجودی که سر راه بود اما انگاری نمیخواست با من تنها باشه. با فاطمه تا جلوی در عمارت همراهیم کردن. خداحافظ خاله. روحام خداحافظی نکرد که هیچ، حتی نذاش با فاطمه خداحافظی کنم و دستشو کشید و رفتن. ناراحت و شکست خورده وارد عمارت شدم و هرچه به پله های ورودی نزدیکتر می شدم صدای داد و بیداد بیشتر می شد. در ورودی رو که باز کردم متعجب به خاتون، آیلی، مامان و خانمو زل زدم. گنش. نزدیک غروب بود و خانم بزرگ دستشویی رفت، اما بعد از 1 ساعت هم بر نگشت. نگران به سمت راپله رفتم تا دنبال خانم بزرگ بگردم. از سالن پایین صدای جنگ و دعوا می اومد. مهمونای مهمون خونه بالا کمدون به دست عصبی فوش می دادن و از راپله پایین می رفتن. پشت سر همه امیر از مهمون خونه بیرون اومد و از بالای راپله داد زد: خوش اومدین، مهمونی تمومه. صدای خاتون می اومد اما خودش معلوم نبود کجاست. بزرگ این عمارت اردلانی، تو حق نداری مهمونا رو بیرون کنی. خانم بزرگ رو دیدم که روی صندلی نشسته بود و قلبشو میمالید. میخواستم پیشش برم اما اوضاع پایین حسابی در هم بود و مهمونا هم با بد و بیرا گفتن بدون خدافزی میرفتن. خاتون گلینو فوش میداد و آیلی غر میزد. میترسیدم برم پایین، آتیش اختلافاتشون دامن من بیچاره رو بگیره. سالن که خالی شد و مهمونا رفتن خاتون فریاد زد: خوبت شد؟ آبرومونو بردی؟
امیر از راه پله ها پایین رفت و جلوی خاتون که تازه توی محدوده دید بود ایستاد. وقتی دختر خواهر ترشیدت و نامزد دروغی اعلام کردی، باید فکر آبروتو می کردی که نکردی. امیر عقب گرد کرد و به سمت پله رفت. خاتون هرسی رو به خان گفت: همش تقصیر توه. اگه یکم جربوزه داشتی، هر خری حرف بار زنت نمی کرد. امیر برگشت سمت خاتون، اما از پله ها پایین نرفت. حیف که مادرم یادم داده بزرگتر هر چند مزاحم و بیعقل بزرگتره، وگرنه زبون تو از حلقوم تا الان 100 بار بیرون کشیده بودم. حرفشو زد و را پله رو بالا اومد، از کنارم رد شد و گفت: اتاقم منتظرتم، بیا. امیر رفت و خاتون مثل همیشه با زبونش به خانم بزرگ حمله کرد: این بچه رو شما اینطوری تربیت کردین؟ تو یه بیوه زن بی مصرفی که حتی دخترتو درست تربیت نکردی، چه برسه نوه منو. همون لحظه در ورودی باز شد و فیروزه داخل شد. سلام، چیزی شده؟ کسی جوابی نداد تا اینکه آیلی گفت: دست پرورده مادرت آبروی همه رو برد و مهمونا رو پرت کرد بیرون. فیروزه گفت: واقعا؟ پس شما چرا هنوز اینجایی؟ یا داری میری مشغول خداحافظی بودی؟ از قیافه هرسی آیلی خندم گرفت. چه خوب که فیروزه زایش کرد. وقتی بزرگتری ادب نداره چه توقعی از تو میشه داشت؟ خاتون، من تو باغم، میرم آروم بشم. آیلی بیرون رفت و اصلا مهم نبود براش که یکی از مهمونای مزاحمه و باید بره. خان به سمت مهمون خونه رفت و خاتونم همراهش شد. فیروزه به خانم بزرگ نزدیک شد. صدای پا اومد. سر چرخوندم امیر بود: بیا تو اتاقم تا کسی ندیدتت. بی توجه به حرفش به سالن پایین کنار خانم بزرگ رفتم. خانم بزرگ، حالت خوبه؟ نگاه غمگینی بهم انداخت و گفت: از خدا مرگ میخوام که این روزا رو نبینم. فیروزه کلافه جواب داد: اینطوری نگو مامان. خانم بزرگ سری تکون داد: این پسر، همون پسر کوچولویی که تو بغل یالمان قد کشید نیست. این پسر گلین من نیست. برای اینکه مهمونی رو به هم زد ناراحتی؟ برای اینکه بیرونشون کرد؟ به من قول داده بود دیگه سراغ این زنای خراب نره. گفت من نمیرم سراغشون، خودشون کرم دارن، خودشون میان، منم نه نمیگم. گفتم باشه قبول، تو نمیری اونا میان، اما به خاطر من دست از این کارا بردار اگه اومدن بگونم. قبول کرد. به من قول داد دور این رابطه های حروم و خط بکشه. کل امارت که هیچ، کل روستا و همین مهمونا راجب شب پرسر و صداش با ساغر حرف زدن، چیزی نگفتم. گفتم بعد این همه مدت یه شب شیطون تو جلدش رفته. فیروزه دست مادرشو گرفت و گفت: تو که امیر رو میشناسی، چرا ناراحتی؟ امروز همه میگفتن تا مهمونا هستن نامزدی ساغر و امیر رو بگیرن. حرفشونم این بود چون این دوتا با هم خوابیدن، یعنی امیر ساغر رو میخواد. فیروزه پرسید: حتما امیر اومده همه رو شسته پنگ کرده رو بند. خانم بزرگ با کف دستش به سرش زد و گفت: پسریه، لا اله الا الله، اومده میگه من زن اینجوری اونجوری نمیخوام، کرم از درخت خودتونه، خودش اومده، من که به زوری کاری باش نکردم، هر کسی را هم که بخوام همین بلا رو سرش میارم، دلیل نمیشه هر خرابی رو بگیرم. نمیدونم چرا اما خندم گرفته بود. خانم بزرگ هرس میخورد. خانم بزرگ هرس نخورید، برای قلبتون ضرر داره. مشتی به قلبش زد و گفت: همون بهتر بمیرم تا هر بار این پسر خونم رو تو شیشه کنه. نون حلال دادم این بچه تا باعث سربلندیم شه، اما حالا. بلند شد و گفت: میرم با قدم بزنم. منم میام. فیروزه همراه خانم بزرگ رفت و منم خواستم همراهشون برم که امیر گفت: گونش. برگشتم و به جایی که ایستاده بود نگاه کردم. با پای خودت بیا تا بازور نبردمت. به حرفش توجهی نکردم. به خانم بزرگ و فیروزه ملحق شدم. در حال حاضر امن‌ترین جا پیش خانم بزرگ بود، چون از امیر عصبیه و نمیتونه بهش نزدیک شه. کسی جز ساغر و مادرش
حوصله شام خوردن توی امارتو نداشتن. بعد اینکه از باغ برگشتیم به بهونه اینکه حواسم به خانم بزرگ باشه شب و کنارش خوابیدم. صبح قبل اینکه فیروزه بره بهداری باش رفتم حرف بزنم. فیروزه با خانزاده حرف بزن. هر کاری قراره بکنیم زودتر بلکه تموم بشه. آره منم موافقم. اینا خیلی دارن مامانو اذیت میکنن. اثبات بیگناهی گلین مشت محکمیه تو دهنشون. ببینم کی حرف میزنی باهاش. فیروزه از رو تختش بلند شد و گفت الان میرم. خیلی خوب من پیش خانم بزرگم. فیروزه رفت به اتاق امیر و منم پیش خانم موندم. بیدار شدی؟ دیشب خیلی خسته بودم مادر. خب یکم دیگه بخوابین. نه خواب بسه. امروز میخوام ببرمت کتابخونه. اسم کتابخونه که اومد لبخند بزرگی زدم و همراه خانم بزرگ به روشویی رفتم. ساغر داخل باغ بود و انگار باز بالا آورده بود. ما رو که دید هول شد سری صورتشو آب زد و رفت. خانم بزرگ مشکوک گفت اینا یه ریگی به کفششونه. کی مشخص بشه چه ریگی خدا عالمه. خانم بزرگ که دست و صورتشو شست برای صبونه رفت پایین. پاکت داروهاش رو برداشتم و 2 دقیقه بعد رفتم تا خانم بزرگ چایشو شیرین کنه. امیر و فیروزم رسیدن. چی شد؟ گفت شب با روحان بیام بگه که چی کار کنیم. سری تکون دادم و متوجه نگاه خیره امیر شدم. مسیر نگاهشو که دنبال کردم رسیدم به دامن بالا رفته ی ساغر و نگاه امیر دقیقاً میخه همونجا بود. انگار یکی به معدم چنگ زد. صندلی عقب کشیده و خم شدم تا درد و سوزش معدم کم شه. خانم بزرگ با دیدنم گفت گونش حالت خوبه؟ درد امونمو بریده بود. نمیذاش حرف بزنم. صحنه‌های اون شب که به زور فراموش کرده بودم باز جلوی چشمم به حرکت در اومد و باعث شد همون چند لقمه نون و پنیرم کنار میز بالا بیارم. سرمو به میز تکیه دادم و خدمتکار اومد زمین رو تمیز کنه و خانم بزرگ نگران برام چای نباتم میزد. فیروزه باید میرفت بهداری اما نگرانم بود. گفتم بهترم تا بره اما اصلا خوب نبودم. چای نباتو خوردم و همراه خانم بزرگ به اتاقش رفتیم و با اصرار روی تخت کنارش دراز کشیدم. خانم بزرگ پیرنمو بالا داد و شکممو ماساژ داد تا دردش کمتر بشه. از گرمای دست خانم دردم کمتر شد و خوابم برد. با صدای برخورد قاشق چنگال بیدار شدم. خانم بزرگ کنارم غذا میخورد. بهتری خوشگلم، شام میخوری؟ شام؟ آره بیدار نشدی منم بیدارت نکردم. روحام اومده پایین شام میخوره. میری پایین یا بگم غذاتو بیارن بالا؟ حس و حال تکون خوردن نداشتم. دلم غذا نمیخواست و اشتها نداشتم. میشه من بازم بخوابم؟ دستی رو سرم کشید و گفت راحت باش. هر چقدر که میخوای بخواب. لبخندی زدم و چشم بستم. با اینکه خوابم نمی برد اما چشم باز نکردم تا اینکه فیروزه اومد دنبالم و خانم بزرگ گفت که خوابه. بیدارش میکنم روحام کارش داره. برو بگو باشه برای بعدن الان خوابه. دلم نمیخواست از تخت دل بکنم. ولی خب باید میرفتم تا این قضیه تموم شد. چشمامو باز کردم و فیروزه با چشمای بازم گفت بیدار شدی؟ پاشو که روحام کارت داره. باشه الان میام. روحام کجاست؟ صورتمو بشورم میام. تو اتاق امیره منم همونجام. همراه فیروزه به سمت در رفتیم که خانم بزرگ گفت خودتو خسته نکنی ها. چشم حواسم هست. فیروزه که رفت اتاق امیر و منم بعد اینکه صورتمو شستم ساغر رو دیدم که تو روشویی بود و بالا می آورد. بی توجه بهش کارمو کردم و به اتاق خانزاده رفتم. روحان با دیدنم دست باز کرد و خودمو پرت کردم تو بغل داداشم. دلم برات تنگ شده بود آقای دکتر. دل آقای دکترم برای خواهر کوچولوش تنگ شده بود. فیروزه کلافه از خوش و بیش خواهر برادری گفت بس دیگه انگار 100 سال همو ندیدن. حرفی نزدیم و با یه لبخند کنار هم نشستیم. امیر نفس عمیقی کشید. ما رفتیم بوشهر. قایق ساز گفت گلی نامی اومده قایق سفارش داده اما با رو کس دیگه ای تحویل گرفته که انگار اجنبی بوده.
مدارکی که ثبت شده بود مشخصات گلین بود. اما روحام ادامه داد: اما وقتی عکس گلین رو نشون دادیم کسی یادش نبود همچین شخصی رو. قایقساز میگفت مطمئن کسی که با شناسنامه گلین ایلبیگی رفته و سفارش قایق داده زنی که ما بهش نشون دادیم نبوده. امیر گفت میگفت ما اشتباه گرفتیم، اما ما دقیقاً آدرسی رو رفتیم که گفته بودن گلین خرید کرده، اما بار مشخص نیست چی شده. این رو هم به حساب دزدی گلین زده بودن. فیروزه گفت پس یعنی یه نفر با شناسنامه جعلی گلین که عکس خودشو داشته رفته سفارشو گرفته و حتی سفارش داده؟ امیر به تایید سر تکون داد و روحام گفت از اونجایی که مشخصات گلین بوده و فقط عکس فرق داشته نمیشد فهمید که اون زن کی بوده، چون همه جا از مدارک گلین استفاده شده. فیروزه گفت قایق سازه قیافه زنه رو یادش نبود؟ گفت خودش یا عکسشو ببینه میشناسه، اما اینطوری که بخواد بگه چه شکلی بوده نه یادش نیست. ای بابا، یعنی از بوشهرم چیز خاصی دستگیرتون نشد؟ روحام جواب داد چیز خاصی که نه، اما قایق ساز اصل مدارکو بهمون داد با تاریخ دقیق تحویل بار و اینکه بار رو کدوم اسکله و به کی تحویل داده. داداش مدارکو کجا گذاشتی؟ بیارشون. امیر رفت سمت چمدونش و با یه سری کاغذ و پوشه اومد. تاریخ دقیق همه چی نوشته شده. تاریخ تحویل بار برای زمانیه که گلی ناپدید شده و این یکم منو به شک انداخته. شاید گلین واقعا دزده و رفته بار رو تحویل بگیره. روحام دستی به شونه امیر زد و گفت خودتو با این حرفا اذیت نکن. خودت گفتی فقط میخوای دلیل رفتنیشو پیدا کنی، پس قوی باش. امیر سری تکون داد. دفتر یالمان خانو بررسی کردم. خوبیش اینه که همه چی نوشته شده، اما فاکتور اصلی باید باشه. کمکی که این دفتره میکنه اینه که میدونیم دنبال چی بگردیم و سراغ کیا بریم. بالاخره منم وارد بحث شدم. منم فردا با خانم بزرگ میرم کتابخونه و این که شاید بتونم راجع به بررسی یالمان خان یه چیزایی بپرسم. روحام جواب داد خانم بزرگو خسته نکن، یا اگه خودش حرفی زد خوبه، نه که چیزی نپرس. باشه حواسم هست، فقط یه چیزی. امیر گفت چی؟ درست یادم نیست، اما انگاری خانم بزرگ گفت دخترها رو به سربازای اجنبی فروختن. بابای دوستم محلقا خیلی رفیق بازه، میگن با اینجور آدما در ارتباطه. اگه میگین لازمه من با محلقا حرف بزنم. روحام و امیر نگاهی به هم انداختن و امیر گفت لازم نیست. فیروزه جواب داد اما شاید کمکمون کرد، چرا که نه؟ امیر جوابش داد و گفت اینطور آدما مورد اطمینان نیستن، ممکنه بلایی سرش بیارن. اما من که نمیخوام برم سراغ دوستای باباش، از خود محلقا میپرسم. روحام رو کرد به امیر و گفت یه چند لحظه بیا بیرون. وقتی که رفتن گفتم اینا کجا رفتن؟ چی بگم والا؟ یه رو بی طول کشید تا برگردن و امیر گفت فقط در حد حرف زدن با محلقا قبوله. باشه. فیروزه پرسید ببینم الان دقیقاً چی کار باید بکنیم؟ خب هنوز سررسیدا که پیدا نشده. سررسیده ارسلان خان و گلینو میگم. سوالی که تو ذهنم بود و پرسیدم. سررسیدا توی خونه گلی نیستن؟ امیر جواب داد آدمای خان کل خونه رو گشتن. جز سند فروش قله دزدی چیز دیگه ای نبوده. اگه سررسیدی هم بوده برداشتن. کمی فکر کردم و گفتم خونه رو قبل ناپدید شدن گلین گشتن؟ آره. کمی فکر کرد و گفت یادم بعدش من و بابا ارسلان خونه بودیم و گلینو بردن تهران. فیروزه سری جواب داد پس خونه تهران رو باید بگردیم. آره، مهمتر از خونه تهران همین عمارته. کجاها رو گشتیم؟
فیروزه که جایی را نگشته بود، برای همین من گفتم فقط اتاق خودمون و خانم بزرگ. بعدش هم حال خانم بزرگ بد شد. روحام جواب داد پس از فردا گشتن عمارت رو شروع کنین. منم از چند تا مریضای قدیمی سعی میکنم چیزایی بپرسم. فیروزه پرسید امیر دفترها رو کی میاری؟ از رو دفتر بابا دنبالشون میکردی؟ امیر دستی به موهاش کشید. دفتر یالمان خان که درسته هست، اما تا وقتی که زنده بوده، بنابراین همه دفتر را بررسیش لازمه، چون خیلی چشم بهشونه. یکی یکی میارم و این که باید یه مسئله جنجالی چیزی را بندازیم که حواس همه رو پرت کنه. فیروزه مشکوک گفت چه جنجالی؟ نمیدونم، اگه پیشنهادی داریم بگین. فیروزه پاسخشو داد فعلا که پیشنهادی نداریم، اما راجع بهش فکر میکنیم. فقط امیر این جنجالت به دختر یا زنای خراب. حرف فیروزه تموم نشده بود که امیر گفت حواسم هست. روحام پا شد و گفت خیلی خوب، من دیگه باید برم بهداری. دمت گرم داداش که اومدی. کار خاصی نکردم. رو کرد به فیروزه و گفت راجع به موضوعی که با خانم بزرگ حرف زدیم حرف دارم، اگه میخوای بیا. فیروزم بلند شد و گفت باشه میام. و هر دو از اتاق بیرون رفتن و امیر گفت خب گونش خانم، بالاخره که ما دوتا با هم تنها شدیم. نگاه سرد و بی احساسی بهش کردم و گفتم که چی کار کنم که تنها شدیم؟ متعجب نگاهی بهم کرد و گفت چته تو؟ من خوابم میاد، میرم بخوابم. تا بلند شدم گفت بمون پیش من بخواب. بدون اینکه نگاش کنم گفتم لازم نیست، من جای خواب دارم خودم. از اتاق بیرون رفتم، خواستم برم پیش خانم بزرگ، اما بعدش فکر کردم شاید مسئله‌ای باشه که به من ربطی نداره. دستشویی رفتم و تا بیام بالا روحام رفته بود. به اتاق خانم بزرگ رفتم. خانم بزرگ بیام تو؟ آره عزیزم بیا. کنارش رو تخت نشستم. چی میخونید؟ یکی از نامه‌های یالمانه. نامه عاشقانه است؟ آره عزیزم. شیطون نگاش کردم و گفتم خانم بزرگ. خندید و گفت این خیلی خصوصیه، نمیشه بخونی، اما یکی دیگر رو بهت میدم، اونو بخون. خانم بزرگ خندید و گفت اینطور نگام نکن دختر، نمیشه. خانم بزرگ تو رو خدا، امان از دست تو دختر. میدی بخونم؟ نه. لب برچیده نگاش کردم طوری که دلش بسوزه. پلک زدم و گفتم خانم بزرگ بده دیگه تو رو خدا. مناسب تو نیست آخه بچه. جاهایی که مناسب نباشه رو نمیخونم. خندید و بالاخره که راضی شد نامه رو بهم بده. یه ماچ آبدار از لپش گرفتم و شروع کردم. به نام خدا. چیچک جانم سلام. روزی که به اجبار به سفر رفتم قول دادم حتما خط بفرستم. دلم برای تو و یاشیل حسابی تنگ شده. نامه رو پست میکنم چون نمیخوام چشم کسی به خلوتمون بیفته. پول پست خودم میدم، اما میدونم چیچک مهربونم دلش نمیاد بدون انعام نامه رسون اونو بفرسته بره. چیچکم سرمایه تنم گرمی بدنت رو طلب میکنه. نیستی تا ببوسم تو. این روزها از بس لبهای سرخت رو از رو عکس بوسیدم که پوسیده شده. چیچک من دقیقاً 2 روز و 24 ساعته که دقیقاً هیچ چیزی نخوردم و آخرین چیزی که خوردم دست پخت آلیت بود. نمیدونم برات از چی بنویسم. قلمم جز دلتنگی چیزی نمینویسه. راستی بنویس دکتر رفتی یا نه؟ اگه رفتی چی گفت؟ ترس از این که کسی نامه رو بخونه نمیذاره راحت رفع دلتنگی کنم. از راه دور گونه ی دخترم یاشیل و پیشونی تو چیچکم و میبوسم. در پناه الله شاد باشی. نامه تموم شده رو به سینم چسبوندم و با چشمای بسته به هپرود رفتم. گونش. چشم باز کردم و به خانم بزرگ نگاه کردم. لبخندی زد و نامه رو ازم گرفت. خانم بزرگ. کلمه ای رو که نفهمیده بودم معنیش چیه رو پرسیدم.
خانم بزرگ خندید و گفت یه چیزی که خیلی جالب نیستش تو الان بدونی. بهتره که هر وقت شوهر کردی از خودش بپرسی. خانم بزرگ کوتاه شوهر کنم شما بگین. خانم بزرگ خندید و گفت از دست تو دختر. لازم نکرده. بیا بگیر بخواب، امشب پیش خودم میخوابی. چراغا رو خاموش کردم و با نیشی که هنوز ناشی از خوندن نامه بود به خواب فرو رفتم. فیروزه. وقتی که روحام گفت پدر فاطمه قبول کرده به شرط کار کردن برای ما، پول درمان فاطمه رو مامان بده، از خوشی سر از پا نمیشناختم و تو پوستم نمیگنجیدم. همراه روحام تا دم در عمارت رفتم. دکتر، منو میبخشی؟ من دیروز گردشمون رو خراب کردم با بچه بازیم. حرفی نزد. سرمو که پایین بود بلند کردم و دیدم لبخند زده. الان شدی یه خانم کوچیک بزرگ و عاقل، کسی که فهمیده اشتباه کرده و به خاطر اشتباهش عذرخواهی میکنه. بخشیدیم یعنی؟ آره، در ضمن تو گردشمونو خراب نکردی. این من بودم که یکم تندی کردم. تو یه فسنجون خوشمزه و به یاد موندنی برامون پختی. طعمش هیچ وقت از یاد نمیره. راست میگی، واقعا خوشمزه بود. معلومه که خوشمزه بود. الانم برو بخواب که صبح زودتر بیدار شی بیای بهداری، کلی کار داریم. باشه، مراقب خودت باش. تو هم مراقب خودت باش. شبت بخیر. دستی تکون داد و رفت. یه حس خوبی کل وجودمو گرفته بود. به اتاقمون رفتم و در حالی که خبری از گنش نبود رو تخت دراز کشیدم بخوابم. صبح زود بیدار شدم. لقمه نون پنیر خیار برای روحام با عشق درست کردم که حسابی خوشمزه بشه. به مامان که سر زدم، با یادآوری به گونش که کتابخونه رو فراموش نکنه به سمت بهداری حرکت کردم. روحام هنوز نرفته بود و یه آقای نسبتاً مسنی سرم به دست خوابیده بود. جلو رفته و سلامی کردم. سلام دکتر. علیک سلام، خوبی؟ خوبم، بیا برات لقمه نون پنیر آوردم. پاکتی که لقمه ها رو گذاشته بودم به سمتش گرفتم و روحام یکیشو برداشت، بسم الله گفت و شروع کرد. 2-3 دقیقه هر دوتا رو که خیلی هم بزرگ بود خورد و گفت دست درد نکنه، کم مونده بود از گشنگی پس بیفتم، اما عجب خوشمزه بود. لبخندی زدم و رفتم بیرون. روز پرمریضی بود و حسابی خسته شدم. حتی وقت نشد نهار بخوریم. فاطمه قابلمه غذا رو گذاشت و رفت. چون که هوا رو به سردی می رفت، کل مریضا بلا استثنا سرما خورده بودن و به سوزن نیاز داشتن. زیاد دیده بودم تو تهران اگه به دکتر بگی برام سوزن ننویس نمینویسه، اما روحام به اصرار مریض توجهی نمی کرد و به اندازه لازم دارو میداد هم سوزن. آخرین مریضی که رفت صدای اذان بلند شد. رو میز نشسته و از گرسنگی به دیگ غذا که قرمه سبزی بود حمله کردم، اما روحام وضو گرفت و با آرامیش نمازشو خوند. بعدم اومد کنارم. رو میز نشستیم و شام و نهار یکی کردیم و خوردیم. نیم ساعتی منتظر موندیم. وقتی خبری از مریض نشد، روحام در قفل کرد و همرام تا دم عمارت اومد. چون خیلی خسته بودم شام خوردم و بعدشم به مامان که سر زدم رفتم اتاقم بخوابم. فیروزه پاشو بلند شو ببینم کارت دارم. چشمامو باز کردم. گنش کنارم نشسته بود. تو به من نگفتی نوشته ی لاتین چیه؟ من دیروز رفتم کتابخونه، اما خب نمیدونستم دنبال چی بگردم. برای همین برای خانم بزرگ سوگ سیاوش رو خوندم. هنوز خوابم نمی اومد. چشمام باز نمی شد و به جبر از تخت دل کنده و گفتم بریم صورتمو بشورم نشونت میدم. اتاق خانم بزرگ؟ آره. خیلی خوب، پس من میرم تو شستی، بیا. گنش رفت اتاق مامان و منم دستورتمو شستم. مامان خواب بود. مامان یک کتابچه اشعار مولانا به لاتین داره. درسته که مامان زبان خارجی رو بلد نیست، اما این کتابچه یادگار باباست. معلم مامان تو همه چی بابا بوده. درباره هر حرفه و کاری ازش بپرسی که یادت داده، مامان میگه یالمانم. کتابچه هم آخرین کاری بود که بابا شروع کرد و نتونست تمومش کنه.
اگه اسب بابا سوارش و زمین نمیزد شاید تا الان بیگناهی گلینم ثابت شده بود. کتابچه رو از چمدون مامان برداشتم و همراه گونش به اتاق خودمون برگشتیم. نوشته های روی جلد کتاب رو نشونش داده و گفتم این که کتابچه از کوچیکه، اما سررسید باید قطور و بزرگ باشه و عین این جلد چرم و نوشته های خارجی داره، نگاه کن. گونیش کتاب رو گرفت، زیر و روش کرد و گفت تو اینو بلدی بخونی؟ نه بلد نیستم، ولی اشعار مولاناست. خانم بزرگ چی؟ اونم بلد نیست، فقط بابام، گلین، ارسلان، امیر و داداش خودت لاتین بلدن. راستی یاشیل خواهرم هم گمونم کمی بلده. الان فهمیدم دنبال چی بگردم. دیروز رفتیم کتابخونه، زیاد نموندیم چون خانم بزرگ یاد گذشته ها افتاد، حالش بد شد. باید بی مامان بریم اونجا، اینطوری مامان هست و نمیشه گشت و اینکه حال خودشم بد میشه. موافقم، بیا تا خانم بزرگ بیدار نشده کتابچه رو به چمدون برگردونیم. باشه بریم. گونیش پرسید راستی یه چیزی، مرسی یعنی چی؟ یعنی ممنون، یعنی دست شما درد نکنه. سری تکون داد و گفت خیلی خوب، میرم آب بیارم، تو هم یه کاری کن بیدار شه قرصشو بخوره. منم بلافاصله کتابچه رو به چمدون برگردوندم و گونیشم با پارچه از راه رسید. خانم بزرگ، چیچک بانو. تا گونیش گفت چیچک بانو مامان بیدار شد و من صداش کردم، مامان بیدار نشد. رو تخت نشست و چشماش نیمه باز بود. گلینم اومده، گلینم اینجاست. دست مامانو گرفتم بیتابی نکنه. دستی به سرم کشید، چشم باز کرد و پرسید فیروزه تویی؟ گلینم کو؟ گلین اینجا بود؟ گلین نیست، خواب دیدی مامان جان. خودم صداشو شنیدم، گفت چیچک بانو. گونش لیوان آبی ریخت و گفت من بودم، من صداتون زدم. مامانش گنگ نگاهش کرد و آب رو یه نفس سر کشید. تو بودی یعنی گلین نبود؟ آخ گلینم کجایی مادر، تو که خودت مادری. چرا مادر پیر تو چشم انتظار میذاری؟ دردت به جونم مادر، بیا دیگه، بسه دوری، بسه. مامان با گریه خوابش برد بدون خوردن قرصش. بیدارش نکردیم و خواب که بود آرامش داشت. برای صبحونه خدمتکار اومد و خبر داد نه من و نه فیروزه میلی نداشتیم، برای همین نرفتیم. من برم، دیرم شده، تا الان روحام بهداریه، بره خونه یکم استراحت کنه. باشه برو، خدا به همراهت. به اتاق خودمون رفته و پیراهن و ساپورتی که روز گردش پوشیده بودم و پوشیده و کمی هم مثل همیشه آرایش کردم. خوشبختانه خدمتکاری نبود و 2 تا لقمه نون پنیر با گردو برای روحام درست کرده و از آشپزخونه زدم بیرون. آیلی و ساغرم تو باغ قدم می زدن. ساغر به شدت رنگش پریده بود. بی توجه بهشون از عمارت بیرون زدم. به بهداری که رسیدم مریض نبود و روحام خسته سریشو رو میز گذاشته بود. دکتر مغانلو. سریشو که بلند کرد نگاهی به من انداخت. کی اومدی؟ من تازه رسیدم. پاکتو به سمتش گرفتم. به خوشمزگی لقمه های مادرانه ننه روحام نیست، اما ته دلتو میگیره ضعف نکنی. دست دراز کرد و گرفتش. دست درد نکنه، دست صورتمو بشورم میام. بعدی چند دقیقه اومد و همونطوری که لقمشو گاز میزد گفت باید برم پاسگاه صحبت کنم. ساختمون اینجا باید بزرگتر بشه. لوله کشی آب تمیز احتیاجه. لوله کشی نشد حداقل یه چاه آب به جدا باید برای بهداری بزنن. اگه امیر خان بود میشد یه کاریش کرد، اما خانمون. روحام حرفمو قطع کرد و گفت اردلان خان مشکلی نداره، دور و بریاش اجازه نمیدن. قصد بیرون رفتن از اتاق داشتم که موضوعی به خاطرم اومد. کی قراره فاطمه رو ببریم تهران؟ اول میره اردبیل، یه سری آزمایش لازمه. بعدش اسمش میره تو لیست گیرنده پیوند ریه. هر وقتم که نوبتش شد میره. نمیشه سریعتر؟ نذاش حرفمو کامل کنم و گفت سریعتر میشه. پول دادم به دلالی که معلوم نیست از بدن کدوم بیچاره این عضو دزدی کرده و
از کجا معلوم عضو اهدا شده مشکل نداشته باشه و بدن فاطمه قبول کنه؟ کی میبرینش اردبیل؟ خب باباش تا آخر ماه میاد. پول اردبیل بردن و خودش داره، فقط باید آخر ماه بشه که سابکاریش پولو بده. اما دیر نیست. عمر که دست خداست، هرچه زودتر بهتر. اما نه، دیر نیست. دستتم درد نکنه، حسابی سیر شدم، خونم دیگه لازم نیست برم. نوش جونی گفته و از اتاق بیرون رفتم. امروز سلام بهم خانم کوچیک نگفته، پس دل به دست آوردن از راه شکم داره جواب میده. روز کسلی بود. با مریضایی که دیروز داشتیم با خودم فکر کردم امروزم سرمون شلوغه، اما جز 2 پیرمرد که اونم نذاشتن من سوزنشونو بزنم و روحام زد، مریض دیگه‌ای نداشتیم. ظهر مادر فاطمه خودش نهار آورد. فاطمه کو؟ حال ندار بود، خوابیده. نگران گفتم ریش؟ نه سرما خورده. بی زحمت خودتون موقع رفتن قابلمه رو بیارید، یا اینکه فردا فاطمه رو میفرستم دنبالش. خداحافظ. رفت و من نگران به اتاق دکتر رفتم. روحان با دیدن چهرم گفت نگرانی؟ چی شده؟ فاطمه سرما خورده، بد نباشه برای ریش. چی؟ مادرش آوردتش؟ نه، فقط غذا آورده. روحان کیفو برداشت و گفت حواست به بهداری باشه تا بیام. از دست اینا 100 بار گفتم پولش مهم نیست. این بچه یه سرفه ساده زد، بیارینش. روحام قرقر کنان رفت و پشت میزم نشستم و نگران بودم. با اینکه به شدت بهش حسودی میکردم، اما عجیب برام عزیز و دوست داشتنی بود. حدوداً 3 ربع طول کشید که روحان بیاد. چی شد؟ حالش خوبه؟ جای نگرانی نیست، سرما خورده، اما مادرش داشت قرص اشتباهی میداد. خوب شد زود رسیدم. خدا رو شکری گفتم و روحان گفت کسی که نیومد. نه نیومد. ببینم نهار میخوری؟ معلومه، خیلی گشنمه. موکتو پهن کردم و قابلمه غذا رو جلوش گذاشتم و خودم کنارش. تو نمیخوری؟ نه، من اشتها ندارم. با اخم گفت آخه یعنی چی اشتها ندارم؟ تو چجوری زنده ای وقتی هیچی نمیخوری؟ کی گفته من هیچ وقت هیچی نمیخورم؟ من میگم والا هر بار که من تو رو دیدم یا نخوردی یا کم خوردی. نمیدونم چرا، اما هر بار که روحامو میدیدم اشتهام کور میشد. یه لقمم نمیتونستم بخورم. تو بخور، من گشنه شدم میخورم. نه خیر، باید همین الان بخوری، زود باش. بابا جان، من عدس پلو دوست ندارم آخه. الان اگه بگم نمیخوام باز به بچه بودنم ربطش میده. روحام قاشقی پر کرد و جلو دهنم نگه داشت. آکن، دهنتو باز کن عمو ببینه. با اینکه باید از اینکه عین بچه‌ها بام رفتار میکرد عصبی میشدم، اما خندم گرفته بود. آکن، به به بخوریم. آکن عمو ببینه دندونه ی موشی تو. قیافه جدی روحام که سعی داشت قاشقو بفرسته تو دهنم خیلی خنده دار بود. وقتی لبم از هم فاصله گرفت و خندیدم، از فرصت استفاده کرد و سری قاشقو تو دهنم چپوند. من از عدس پلو بدم می اومد. نمیخوردم، اما وقتی مزه اون غذا تو دهنم حس شد، حس کردم بهترین طعم دنیا رو داره. دیدی خوردی؟ زنده ای و هنو نمردی. پس بخور دختر. قاشقو به دستش دادم و با سوء استفاده گری گفتم عمو من بلد نیستم بخورم. کمکم کن. روحام خندید و گفت باشه عمو جون، واکن دهنتو آکن. خندم گرفته بودم و میدونستم مزه خوب غذا به خاطر اینه که از دست روحام خوردم. برای همین با خنده دهنمو باز کردم. تا آخرین قاشقی که خوردم روحام خودش دهنم گذاشت، البته با 2 قاشق جدا. دخترم سیر شدی عمو؟ آره عمو جون، دست درد نکنه. روحام خندید و قبل اینکه چیزی بگه یه سایه افتاد و پسر جوونی وارد بهداری شد. نگاه خیرش رو حس کردم. روحام که متوجه شد گفت کجا رو نگاه میکنی پسر؟ برو تو اتاق تا بیام. پسر پررو زل زد به روحام و گفت سوزن دارم که خانوم باید بزنه. بلند شدم سوزنشو بزنم. روحام گفت
لازم نیست، خانم خانزاده است و به هر ننه قمر بیچشم و روی سوزن نمیزنه. برو بخواب، خودم میزنم. خانزاده است، هرچی که هست، سوزن زنه اینجاست دیگه. روحام نزدیکش شد و گفت حاله امیره، میری تو سوزن تو بزنم یا گم میشی میری؟ پسر اسم امیرو که شنید سری وارد اتاق شد. برو هم قابلمه رو ببر، هم پیش فاطمه باش تا این هیز بره. باشه. روحام به اتاق رفت و منم بعد از جمع کردن موکت و برداشتن قابلمه به سمت خونه فاطمه رفتم. به خاطر اصرار زیادش برای بازی گرم بازی شدم و یادم رفت باید به بهداری برگردم. غروب شده و هوا تاریک شده بود. در زدن که فاطمه در رو باز کرد. روحام اومد داخل، چشمش بهم افتاد، پوزخندی زد و گفت میگه من بچه نیستم. اون وقت این همه کار ریخته سرمون، نشسته عروسک بازی میکنه، پاشو بریم. ناراحت عروسک از دستم افتاد و بعد خداحافظی با فاطمه به بهداری که حسابی شلوغ شده بود رفتم. تا وقتی من بودم 4 تا مگسم نبود، مگس بپرونی. الان جای سوزن انداختنم نبود. تا دیر وقت شب تو بهداری موندیم. روحام باید میموند، برای همین نوه یکی از مریضا رو فرستاد دنبال امیر که تنها به عمارت بر نگردم. امیر اومد و بعد خوشوبش با روحام از بهداری زدیم بیرون. فردا میریم خونه گلینو بگردیم، روحامم میاد. لازم نیست بری بهداری. دیگه حرفی نزدیم. به عمارت که رسیدیم مامان و گونش به سمت باغ میرفتن. منم بهشون ملحق شدم و بعد از این که قدم زدم خسته و کوفته خوابم برد. گونش امروز قرار بود به خونه گلین برای گشتن خونه بریم. به خانم بزرگ گفتم دلم برا مادرم خیلی تنگ شده. تا شب میمونم و غروب برمیگردم. خانم بزرگم قبول کرد که برم. فیروزه هم که به اسم بهداری از عمارت بیرون زده بود و امیرم مجبور نبود برای بیرون رفتنش به کسی جواب پس بده. روحام هم از بهداری اومد. هر 4 نفرمون جدا جدا ولی یواشکی به خونه گلین رفتیم. 5 دقیقه بعد اینکه من رسیدم روحامم رسید و دور هم توی اتاق جمع شدیم. امیر گفت دقت کنید، به هیچ وجه با صدای بلند مخصوصا تو حیاط حرف نزنید. هیچ کی نباید متوجه ما بشه. روحام ادامه حرفشو گرفت و گفت خونه قبلا توسط آدمای خان تفتیش شده، اما بعدش هم حدود 1 ماهی گلین تو خونه بوده و ارسلانم تا زمان مرگ اینجا بوده. پس احتمال این که بعد تفتیش خونه چیزی رو جایی قایم کرده باشن هست. زیر و روی هر چی و هر جایی رو بگردیم. باشه گفتیم و شروع کردیم. خونه نقلی بود، یه حال و پذیرایی داشت با یه اتاق. پذیرایی وسط خونه بود و سمت چپشم اتاق خواب و سمت راست مطبخ. همه جا رو گشتیم، حتی دیگای بزرگ آشپزخونه رو. روحام و امیر فرش و لوله کردن زیر فرشم دنبال موزاییکی که لق بزنه، اما خبری نبود. توی اتاقی صندوقچه بود. بازش کردم، پر لباس. یکی از لباسا رو برداشتم، یه نازک بدن نما بود. یقه هم جز 2 تا بند نداشت. وسوسه شدم، جلو آینه قدی ایستادم، لباس رو جلو خودم گرفتم و تو آینه نگاه کردم. چقدر این لباسه بهت میاد؟ برگشتم، امیر بود. یه جوری به آدم نگاه میکرد انگاری لباس تنت نیست. لباسو به صندوقچه برگردوندم و بی توجه به امیر خارج شدم. بیا برو به کارت برس، من میرم بیرون. امیر رفت بیرون و منم برگشتم تو اتاق. فقط همون صندوقچه مونده بود. وسوسه امتحان لباسا باعث شد بتونم متوجه بشم رو کف صندوقچه یه تیکه چوبه که جدا میشه. چوبا رو برداشتم و با چند تا نامه روبرو شدم. نامه ها رو برداشتم، رو همش نوشته شده بود منتظر تو ارسلان. نمیدونم چرا، اما نامه ها رو بدونی که به کسی بگم زیر جلیقه لباسم قایم کرده و لباسا رو به صندوقچه برگردوندم. از اتاق بیرون رفتم، هر 3 خسته یه گوشه بودن و گفتم چیزی پیدا نکردم. فیروزه کلافه سرشو تکون داد و گفت الکی وقت هدر دادیم. حتما بازم یواشکی تفتیشش کردن، یا ارسلان و گلین اینجا رو دیگه امن نمیدونستن.
کسی حرفی نزد. نیم ساعتی به سکوت گذشت که روحم گفت خانم کوچیک پاشو با بریم بهداری. گونش تو هم یه سر به مادر بزن. بیا تا یه جایی رو با هم دیگه بریم. وقتی به خونمون رسیدم در زدم و گفتم ننه روحام من اومدم. مادر از مطبخ بیرون اومد و با دیدنش جلو رفتم بغلش کردم. چه بوی خوبی میاد، گشنمه. ظهر شده بود اما ما چون مشغول گشتن خونه بودیم غذایی هم نداشتیم و نهار نخورده بودیم. دست و روتو بشور، سفره رو پهن کن تو ایوون. کوکو سیب زمینی پختم. باشه مامان جون. دست و رومو شسته سفره رو پهن کردم. مادر چند دقیقه بعد با یه سینی پر کوکو سیب زمینی اومد. اونقدر گشنه بودم که با اشتها خوردم. اینقدر با اشتها میخوری مادر آدم خیال میکنه یا گشنه ای یا هیچی نخوردی یا حامله ای. مادر با دهنه پر حرف نزن بچه. نگفتم حامله ای که، گفتم خیال میکنه حامله ای. با این حرف مادر یاد روزی افتادم که امیر وحشی شده بود و زدم و من واقعا پررو و جون سگ بودم که ازش بدم نمی اومد. هیچ عاشقشم شده بودم و اون مدتی که دلم درد می کرد و نمیدونم از استرس بود یا کتکا و بالا می آوردم دائم. بعد خوردن نهار خوشمزه و 2 تا لیوان دوغ سفره رو جمع کرده و با مادر کنار هم تو ایوون دراز شدیم. چشمم تازه گرم شده بود که صدای خنده دخترا رو شنیدم. از همونجا تو ایوون گفتم زینب، محلقا. گونش خونه ای تو؟ صدای محلقا بود. صبر کنید منم میام. مادر بیدار شده بود. بهش گفتم که میرم با دخترا ظرفا رو بشورم. مادر دوباره خوابید و من با تشت ظرفای نشسته همراه دخترا رفتم. لب چشمه بودیم، از هر دری حرف میزدیم و ظرف میشستیم. موقعیت مناسب دیدم و با محلقا راجع به پدرش حرف زدم. البته تا قبل از اینکه امیر از پشت درخت علامت بده که پیشش برم. بی توجه بهش به ظرف شستن ادامه دادم و بی خیال حرف زدم با محلقا شدم. دخترها تکلیفشون مشخص نبود. یه بار از سمتی می رفتن که خونه ما آخر مسیر بود و یه بار از سمتی که خونه ما اولین. اون روزم از شانس بد من درست وقتی امیر دنبالم می اومد و با چشم خط و نشون می کشید دخترها برای پارچه دیدن رفتن و من تنهایی به سمت خونه به راه افتادم. گونش صبر کن تا سگ نشدم دوباره. بی توجه بهش رامو ادامه دادم و کم و بیش زن و مرد تو مسیر بودن و خیالم راحت بود که نمیتونه بهم نزدیک شه. گونش وایسا بهت میگم این کارا چیه؟ کوچه خلوت شده بود. تا وسط کوچه کولت نکردم، نبردمت، خودت با زبون خوش وایسا. نیم نگاهی به پشت سرم کردم. تا خونه راهی نمونده بود. بسم اللهی گفتم و با سرعت به سمت خونه دویدم. تشت دستم سنگینی میکرد اما باید قبل از این که بهم نزدیکتر میشد و با چند تا کار همیشگی خرم میکرد به خونه میرسیدم. پام که به حیاط رسید نفس راحتی کشیدم و با صدای بلندی گفتم مادر من اومدم. سر برگردوندم. امیر پشت پرچین ایستاده و بهم زل زده بود. گونش بیا بیرون. به سینه‌اش اشاره‌ای کرد و گفت جای تو اینجاست، بیا. مسخه نگاهی شده به سمت پرچین رفتم. گونش کجا میری باز؟ صدای مادر باعث شد بی توجه به امیر تشت داخل مطبخ بذارم و به ایوون کنار مادرم برم. کی میری؟ خانم بزرگ اجازه داد تا غروب بمونم. پس پاشو بریم پارچه ببینیم، از اونور خودم تا عمارت میبرمت. مادر چارقدش رو سر کرد و از خونه بیرون زدیم. این سمتی مگه خونه یم نصرت نیست؟ نوش از تهران پارچه آورده. عمه نصرت همین پارچه فروشی رو کم داره فقط. بالاخره زن بیوه باید یه جوری خرجشو در بیاره. عمه نصرت تنها زن بیوه بی شوهر روستا بود. البته عمه نصرت هم این مادر زینب عقد برادر شوهر شده بود که اونم چند سال پیش سیل برد. دخترها با تشت ظرفاشون هنوز خونه عمه نصرت بودن. پارچه های قشنگی نبود اما چون به اسم پارچه ای از تهران اومده بود همه 2 تایی خریدن و فقط من و مامان دست خالی برگشتیم. مادر تا دم در عمارت با هم اومد و داخل که شدم مادر رفت. کنار حوض نشسته و
به فواره‌ای که کم کم آب می‌پاشید زل زدم. صدای ساغر اومد که هوس کله پاچه کرده و دلش کله پاچه میخواد. از هیچ غذایی عین کله پاچه تو عمرم بدم و نمی اومد و نفرت نداشتم، جوری که با شنیدن اسمش حتی حالم بد میشد. با اولین عقب به سمت دستشویی دویدم. بازم زرداب بالا آوردم. دستورتم رو شستم که یه سایه افتاد روی دیوار. سر چرخوندم. امیر بود. داخل شد و در رو چفت کرد. برو بیرون، مگه نمیبینی اینجا؟ باشی، داری استفراغ میکنی؟ دستشویی نیومدی که؟ با چشمای گشاد شده به این بشر پر رو نگاه کردم. جلو اومد و به تشت آبی که دستم داخلش بود اشاره کرد. صورتتو شستی؟ آره، چطور؟ حرفم تموم نشده بود که دستمو کشید و به خودش چسبوندم و بلافاصله گرمی لبیشو حس کردم. پاهام سست شده بود. دیگه تحمل وزنمو نداشتم. بی توجه به مکانی که بودیم کارشو میکرد. نفس کم آورده بودم. آخرش با مشت به سینه‌اش زدم، افاقه نکرد و تصمیم گرفتم گازش بگیرم. انگار خیلی بد بود چون آخ بلندی گفت و پسم زد. اگه خودش نگهم نداشته بود که پخش زمین شده بودم. وحشی، این چه غلطی بود کردی؟ بازم که جفتک پروندی. ده نفسم بالا نمی اومد، ول نمی کردی که. نگاه مهربونی به هم انداخت و گفت الان خوبی؟ خوبم، اما احتمالاً تا چند دقیقه دیگه بوی گند خفم میکنه. بابا تو مستراحیم ما. انگار تازه متوجه مکان شده بود. در رو باز کرد و سریشو بیرون برد. وقتی که مطمئن شد کسی نیست رفت. آبی به صورتم زده تا از داغی و سرخیش کم بکنم و رفتم بیرون. خانم بزرگ کنار حوض بود و به سمتش رفتم. پرسیدم چیزی شده؟ دنبال چیزی میگردین خانم بزرگ؟ برگشت سمتم و با لبخند گفت از پنجره دیدم اینجا نشستی، یهو انگار حالت بد شد. اومدم دنبالت ببینم خوبی یا نه. خوبم، به لطف ساغر خانم کلی زرداب بالا آوردم. خانم بزرگ اخمی کرد و گفت چی کار کرده این ور پریده؟ وای خانم بزرگ، اصلا نمیتونم، باز بالا میارم، ولش کنید. باشه، میخوام قدم بزنم، میای یا میری بالا؟ میام خانم بزرگ، بریم. همین که تو با قدم میزدیم گفت چرا سینت اینقدر بزرگ شده؟ متعجب زل زدم. نگاهی کردم و تازه یادم اومد نامه ها رو توی جلیقم قایم کردم. اگه خیس شده باشه که بدبخت شدم. قبل اینکه مخالفتی بکنم و کاری بکنم دست خانم بزرگ روی بدنم نشست و گفت چیزی قایم کردی این زیر؟ نمیدونستم چی بگم. دیدم امیر از دستشویی اومد بیرون. بهت نامه داد؟ نگاهی شیطون بود. سرخ شدم و گفتم آره. برای فرار از دست سوالای بعدیش بلند شدم و به سمت مطبخ دویدم. نمیدونم چرا، اما به مطبخ رفتم. هیچکی نبود و خالی بود. بوی غذایی که میومد دیوانه کننده بود. آب دهنم و قورت داده خواستم از مطبخ بیرون برم که امیر اومد. خانم بزرگ چی گفت که فرار کردی؟ پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم همش تقصیر توه. دستی انداخت دوره کمرم و گفت تقصیر من مگه؟ چی کارت کردم؟ پسش زدم و گفتم دیدتت از دستشویی رفتی بیرون، برای اینکه سال پیچم نکنه فرار کردم. اوه بد شد که. از این به بعد باید حواسمون رو جمع کنیم. نه خیر جناب، شما حواستو جمع میکنی که به من نزدیک نشی، فهمیدی؟ خواستم رد شم که دستمو گرفت و پرتم کرد کنارش. چی کار میکنی؟ ولم کن. بی حرفش کاری کرد که به شدت بهش چسبیدم. دستش رو حس میکردم. ترسیده از این که کسی بیاد اونجا توی مطبخ ما رو ببینه. یخ کرده بودم. داری چی کار میکنی؟ ولم کن، میخوام برم. میدونی الان میتونم با یه انگشت کاری بکنم که دیگه از دنیای دخترونگیت خداحافظی کنی؟ آدم خنگ همیشه خنگه. متوجه منظورش نشدم. گفتم چی گفتی؟ انگار تازه موقعیت اسفناکی که توش بودم و یادم اومد. از خجالت سرمو پایین انداختم. خواهش میکنم ولم کن. نه خیر. آخه چرا نه؟ میخوای بفهمی؟ من اگه بخوام که زن کردن تو برام هیچ کاری نداره.
میتونم کاری کنم نتونی تو روی خودت که هیچ. حتی پدر و مادرت نگاه کنی تردت کنن، همین داداش روحام تو صورت توفم نمیندازه. پس وقتی بهت میگم وحشی نشو، جفتک ننداز، به حرفم گوش کن. باشه، هرچی تو بگی گوش میدم. تو رو خدا فقط ولم کن. دیره دیگه، تازه جای خوبتو پیدا کردم. اینجا که اینطوری میترسی یکی از جاهای خوبیه که میشه با تو توش قایم شد. از بیرون مطبخ توی حیاط صدا اومد. از ترس بلا فاصله گریم گرفت. چرا گریه میکنی؟ تو رو به خدا ولم کن، الان یکی میبینتمون. نه خیر، ول نمی کنم. لطفاً خواهش میکنم. گریم به حدی شدت گرفته بود که گفت باشه اما شرط داره. چه شرطی؟ شرطش خیلی آسونه. امشب میای اتاق منو کنار من میخوابی. اگه نیای هر جا که باشی میام و کارتو تموم میکنم. فشاری که آورد باعث شد از ترس به لباسش چنگ بزنم. گفتم باشه قبوله، هرچی که تو بگی. درست لحظه‌ای که در مطبخ باز شد بلا فاصله ولم کرد. خانزاده چیزی میخواستین؟ نه، اومدم بگم برای خانم بزرگ سوپ مرغ درست کنید امشب که گنش خانم قبل من اومده انگار. پشت به زینت اشکامو پاک کردم و گفتم اومدم نبودین، اگه دیر نشده برای خانم بزرگ سوپ مرغ بپز. زینت سری آستین بالا زد و دستاشو شست و گفت همین الان به چشم میپزم. دستت درد نکنه. لبخندی زد و همراه امیر از مطبخ بیرون رفتیم. شب منتظرتم، یادت نره. خانم بزرگ اگه نگه هم داره چی؟ تو شب پیش منی وگرنه فردا صبح دیگه دختر نیستی، زن شدی. باشه میام. خم شد، گوشه ی لبم و ماچ کرد و رفت. خدایا خودت کمکم کن. از کجا معلوم شب برم پیشش و بلایی سرم نیاره. غمگین و ناراحت باز کنار حوض نشستم و انقدر به آب زل زدم که هوا کاملا تاریک شد و فیروزه از راه رسید. گنش اینجا چرا نشستی؟ حوصلم سر رفته بود. حالا که من اومدم پاشو بریم بالا برات تعریف کنم چی شد امروز. چی شد؟ همونطوری که راه میرفتیم گفت امروز یکی از کشاورزای قدیمی اربابی اومده بود بهداری. روحان باش حرف زده. معلوم میشه کارگزار یه سری کشاورزا رو از کار بیکار کرده، اونم بدون اینکه مزدشونو بده. این کشاورزا از کار بیکار شدن اما هیچکی نفهمیده، هیچ جام نوشته نشده. جالب اینه که هنوز این کشاورزای اخراجی مزد میگیرن. البته خودشون نه. تو دفتر مزد کارگرا اینا هم مزد میگیرن. اما اینا زمانی بیکار شدن که به گلین تهمت دزدی زده شده. اینا حتی حقوق 3 ماه قبل اخراجشون رو نگرفتن. اون وقت مزدشون توی دفتر تمام و کمال پرداخت شده و جز مبالغ دزدی گلین حساب شده. یکم گیج شدم، یه بار دیگه میگی؟ اینجا مطمئن نیستم، بیا بریم اتاق خودمون. رفتیم و در رو قفل کرد. ببین کارگزار یه سریا رو اخراج کرده، به کسی نگفته، مزدشونم نداده. اینا خیلی سال بیکارن اما هر ماه طبق دفتر کارگزار دارن حقوق میگیرن. یعنی چی؟ یعنی کارگزار داره دزدی میکنه؟ دقیقاً. اینا میتونن شاهد خوبی باشن. البته روحام گفت اینا از ترسشون این همه سال سکوت کردن، احتمالش کمه بیان شهادت بدن. خب الان باید چی کار بکنیم؟ اینو که من نمیدونم. باید با امیر حرف بزنیم. پاشو برو حرف بزن دیگه. خندید و گفت مثل اینکه خیلی عجله داری این مسئله تموم بشه. آره خب. باشه الان گشنمه، باشه برای بعد شام. خیلی خوب، منم میرم اتاق خانم بزرگ. از اتاق بیرون زدم. امیر رو تو راه رو دیدم که گفت شب منتظرتم، یادت نره. باشه میام. خدایا خودت نجاتم بده. کاش فیروزه باهاش حرف بزنه و بره سراغ اون کشاورزا و دست سر من برداره. با دلهره و نگرانی به اتاق خانم بزرگ رفتم. چند دقیقه بعدم فیروزه اومد. انگار زمان به سرعت سپری میشد. خیلی زود رفتیم برای شام پایین و خانم بزرگ سریعتر از همیشه سوپشو خورد و رفت بخوابه.
خواستم دنبالش برم که گفت نیازی نیست، بشین شامتو بخور. مگه لقمه ای از این گلوی من پایین میرفت؟ امیرم هر چند دقیقه یک بار لبخندی شیطانی میزد و دلم آشوب میکرد. تموم امیدم به فیروزه بود که اونم گفت خوابش میاد و فردا حرف میزنه. از ترس حالم به هم خورد. روشویی بودم که امیر اومد، منو تو بغلش گرفت و گفت چته تو؟ چرا یخی و رنگت پریده؟ از من میترسی؟ نمیتونستم بگم ازت میترسم، قطعا باز عصبی میشد. وقتی دید جواب نمیدم خودش صورتمو شست، دست انداخت زیر زانو و دور شونم، از روشویی بیرونم برد. صورتمو تو سینش قایم کردم، نگران بودم کسی ببینتم. در اتاقشو با لگد باز کرد و با پا بست و رو تخت گذاشتم و به طرف در رفت و قفلش کرد. کل تنم از ترس میلرزید، نمیدونستم چی کار میکنه. از در فاصله نگرفته بود که یکی به در کوبی، ترسیده گفتم امیر. هیس. درو باز کرد و خودش جلوی در ایستاد. خان بود. باید باهات حرف بزنم، از جلوی در برو کنار. اما من حرفی ندارم بزنم، الانم میخوام بخوابم، شب بخیر. داخل اومد و درو محکم بست، به سمت تخت اومد و کنارم دراز کشید. بیا ببینم. از ترس اینکه عصبیش نکنم رفتم. تو منو چی صدا کردی؟ ها؟ گفتی امیر، یه بار دیگه بگو. امیر. محکم بغلم کرد و خلاصه گفت جون امیر، تو چه خوشمزه و قشنگ میگی امیر. نکن لطفاً امیر، دست از سرم بردار. اما چه خوبه که همیشه به میگفتی خانزاده، میگی امیر، دلم میخواد درسته قورتت بدم. بهتر بود سکوت کنم، انگاری حرف زدنم اوضاعو بدتر میکرد. خجالت زده بودم و دستمو پس میکشیدم و چشمامو میبستم. گنش چشماتو باز کن ببینم دختر. سرمو به نشونه نه تکون دادم. میگم چشماتو باز کن، باز نمی کنی نه؟ نه باز نمی کنم. باشه خودت خواستی. پیرنمو که بالا زد ترسیده چشم باز کرده دستشو پس زدم. ازت خواهش میکنم اینقدر منو اذیت نکن. امیر گفت من میخوام کنارم باشی، اما اگه خودت نمیخوای درو باز میکنم که میتونی بری. واقعا میذاری برم؟ آره. یعنی بعدش تلافیشو سرم در میاری؟ حصار دستشو از دورم برداشت و گفت نه. کمی فکر کردم، دلم میخواست بمونم اما عقلم میگفت برم. میشه درو باز کنی؟ بی حرف بلند شد و به سمت در رفت. قفل در چرخید، به بیرون نگاهی کرد و گفت کسی نیست، بیا برو. مطمئنی برم؟ فردا عصبی نمیشی؟ برو. ممنون که گذاشتی برم، شب بخیر. حرفی نزد و فقط درو بست که باعث شد منی که تو چارچوب در بودم تقریبا بیرون پرت شم. هنوز از اتاق دور نشده بودم که صدایی شنیدم، انگار چیزی رو به دیوار کوبیده باشه. نگران از اینکه تصمیمش عوض شه، شب رو اتاق خانم بزرگ خوابیدم. صبح با صدای خانم بزرگ از خواب بیدار شدم. گونهش پاشو تختو کثیف کردی. تختو کثیف کردم. با شوک و ترسیده چشم باز کردم اما خانم بزرگ نبود. نگاهی به تخت کردم و تمیز بود، یعنی خواب دیدم. تقریبا 3 ماه می شد که من اومدم عمارت، اما چرا اصلا عادت نشدم؟ دستشویی رفتم و بعد دست و رو شستن برای صبونه رفتم. فیروزه حالش پریده بود و منتظر قهوه‌اش. فیروزه خوبی؟ نه، عادت شدم. تمام مدتی که ما صبونه خوردیم فیروزه سرش رو میز گذاشته بود. خاله حالت خوبه؟ سری بلند کرد و گفت خوبم. خانم بزرگ که میدونست دخترش دردش چیه گفت امروزا نرو بهداری، بمون استراحت کن. نمیشه، کلی کار داریم، دکتر دست تنهاست. خانم بزرگ دیگه حرفی نزد. یه لقمه بزرگ نون پنیر با سبزی براش درست کرد و دستش داد. رسیدی بهداری، بخور که ضعف نکنی. باشه، دست درد نکنه. فیروزه از پشت میز بلند شد، دامنشو مرتب کرد و پاکتی که خانم بزرگ لقمه رو گذاشته بود برداشت و با یه خداحافظی جمعی رفت.
فیروزه هر ماه سر موقعش عادت میشه، اما من بیشتر از 3 ماه نشدم. کلثوم حامل است، برای همین نمیشه. محلقه هم میگفت یکی از نشونگاهی حاملگی اینه که زن عادت ماهانه نمیشه. از نگرانی دست و پام یخ زد و رنگم پرید. من کاری نکرده بودم که به خودم شک داشته باشم، اما به خانزاده شک داشتم، مخصوصا این که ساغرم مدام استفراغ میکرد. تازه ماه اولی که اومده بودم امارت پریود شده بود، همه حتی باغبونم فهمیده بودن، اما 2 ماهه که انگار اینم نشده. میترسیدم به کسی بگم من 3 ماه عادت نشدم و بپرسن دلیلش چیه. بعد صبحونه همراه خانم بزرگ به کتابخونه رفتیم. من که دیگه میدونستم نوشته های لاتین چیه، یواشکی و پنهون از چشم خانم بزرگ دنبال سررسیدگی چرم گشتم. داستان لیلی مجنون رو شنیدی گنش؟ مگه میشد نشنیده باشم؟ من کل قصه های عاشقونه فارسی را از حفظم. آره شنیدم. پس میتونی این کتاب رو برام بخونی؟ رو جلدش بزرگ نوشته بود لیلی و مجنون. شاید بتونم. خانم بزرگ رو مبل نشست و اشاره زد بشینم. بخون. بسم اللهی کردم و شروع کردم به خوندن. بعضی کلماش سخت بود و نمیتونستم بخونم. رسیدم به صفحه 10 کتاب که یک توجهمو جلب کردم و نمیشد ببینم چیه. چون وقتی سکوت میکردم خانم بزرگ چشم باز میکرد و میخواست بفهمه چرا ساکت شدم. و وقتی عکس رو میدید ازم میگرفتش و شاید این عکس کمک بزرگی برای ماجرای گلیم باشه. یواشکی عکس رو توی یقه لباسم قایم کردم و ادامه شعر رو خوندم. دوستای قشنگ و مهربونم، ممنون که این قسمت رو هم من رو همراهی کردید و امیدوارم این داستان پر از هیجان و رمز و راز رو دوست داشته باشین. تا اینجا لایک کنید، کامنت بذارید و فردا شب رو اصلا از دست ندین. خدا نگهدار.